صدیقه خردسال سرگرم بازی با دوستانش نمی‌داند که سرنوشت او را الکی حل کردند. والدانش او را به یک مردی که در خارج از کشور است به تقریباً $2000 فروختند. او تنها کودک افغانستانی نیست که چنین سرنوشت دارد. این دختر و این دو دختر دیگر را هم فروختند. این طفل خردسال هم در فروش است. اکثر دختران تا 10 ساله را در این اردوگاه والدان به مردان کلانسال فروختند و یا در انتظار پیدا شدن خریدار هستند. این سوال که چرا دختران خردسال خود را می فروشید بعضی از والدان را به خشم می آورد. ما به کودکانمون داروی خواب می دهیم. آنها از گرسنگی گریه می کنند، خوراک می پرسند. ما یک زمان زندگی خوبی داشتیم، ثروتمند بودیم. بعد خشکسالی آمد، جوانان ما را کشتند. ما از ولایت فاریاب گریخته به هرات آمدیم. از زمان به قدرت آمدن حکومت نو خدا شاهد است که یک خلطه گندم تا $25 بالا رفت. ما چگونه آن را میخریم؟ ما 3 سال باز چنین احوال داریم. پدر و مادران میگویند به خاطر نجات کودکان خود از گرسنگی و مرگ مجبورند یکی از دختران خود را بر عوض پول به کسی دیگر بدهند. جنگ و خشکسالی دوامدار زندگی عائله ها را در افغانستان سخت کرده است. اقتصاد این کشور از سرمایه‌گذاری از خارجه وابسته بود. بعد از آمدن طالبان به سر قدرت در 6 ماه پیش کمک‌های مالی سازمان‌های بین المللی به افغانستان قطع شد. 90% افغان‌ها در یک روز کمتر از $2 درآمد دارند. تقریباً نصف از اهالی از کمبود غذا عذاب می‌کشند. 1 میلیون کودک در روبروی گرسنگی شدید قرار دارند. تنگ دستی و ناعلاجی شیرین را به قهر آورده است. او خلطه پرتوها را عصبانی خالی کرده چنین فریاد کشید. ما برای دارو و دوا پول نداریم. یگان خوردنی برای کودکان نداریم. در این روزهای بسیار سرد ما در همین خیمه ها زندگی داریم. آتش نیست که گرم کنیم خانه ها را. حالا پسرم این پرتوها را آورد. شاید از این راه 5 یا 10 سنت به دست داریم. این است ارزش ما. پدر صدیقه میگوید دخترش بعدی به بلاغت رسیدن با پسری مردی که او را خریده است ازدواج میکند. ولی او اقرار می شود که از حال و زندگی دختر تحت نظارت خریدار قرار می گیرد. او خیلی خرد است، چیزی را نمی فهمد. اکنون او در اختیار آنها است. آنها هر کاری می خواهند می توانند بکنند. ما این کار از ناعلاجی کردیم. ما نمیدونیم آینده او چی می شود. اکثر پدران دیگر در اینجا میگویند یگان راه دیگری ندارند و میپرسند که در چنین شرایط حال آنها چی خواهد شد. یک زن دیگر که خیلی محزون و ناامید بود گفت که ما کودکان خود را مثل جانور میفروشیم.